اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. خدا کنه همه‌تان جور و صحتمند آمده باشین، درس نوتان را گوش کنید. درس خود را باز هم چطور شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب. اطفال نازنین، درس امروز شما باز هم به ادامه آداب اسلامی هست. در بخش آداب اسلامی درس امروز ما شما راست گفتن است و اگر ما دروغ بگوییم، دروغ یک کار بسیار بد، یک کار بسیار خراب است که در اسلام روا نیست. در اسلام دروغ گفتن گناه است. اگر ما شما دروغ بگوییم، نتیجهش چی میشه؟ ما به چی روبرو میشیم؟ در این قسمت ما براتون یک قصه میگم. یک بچگک بود به نام اسلم. این بچه را میبینید چرا او طرف میره؟ چیق میزنه، صدا میزنه. او مردم بیاییم که گرگ آمده مرا گرگ میخوره. این بچه وقتی که چیق میزنه، مردم قریه میاین دستجمی گروپ مردم میاین که اسلم نجات بده. اسلم وقتی که مردم میایه میبینه که هیچ نه گرگ است نه هیچ چیز نیست. حیران میمانند که چرا اسلم این چیک زده و اینا را خواسته. این کار چندین بار چند روز تکرار میکنه. مردم میاین و میبینن که گرگ نیست. روز دیگه وقتی که اسلم میایه از طرف مکتب به طرف خانه میایه و از یا کدام جای دیگه به طرف خانه میایه، میبینه که براستی گرگ آمد. گرگ از پشتش میایه و اسلم فریاد میزنه، چیک میزنه. مردم بیاییم که گرگ آمده. مردم بیاییم که مرا میخوره، گرگ میخوره. مردم فکر میکنه که باز هم اسلم دروغ میگه و هیچ کس نمیره که اسلم نجات بده و اسلم گرگ میخوره. پس شما ببینید که نتیجه دروغ گفتن چقدر بد است. هیچ کس به گپ آدم باور نمیکنه. خدا کنه که شما هم در زندگی هیچ وقت دروغ نگوییم که بسیار کار بد و کار خراب است. دیگه درس امروز شما مقدر بود. وقتتان به پایان رسید. خدا حافظ.